मेरा नाम हैदर है। युमुम्बा प्लेयर लेफ्ट राइडर। चलो शुरू करते हैं। هشت سالی است که کبادی رو شروع کردم. کسانی که من کمک کردن که به پرو کبادی بیام مربیم بود جواد موسوی نسب و فاضل اتکچالی. من از بچگی دوست داشتم که توی تیم یومومبا بازی کنم. علاقه خاصی به این تیم داشتم چون کاپیتان اتکچالی در این تیم بود و افتخارات زیادی کسب کرد. از بچگی علاقه داشتم که در این تیم بازی کنم که موفق شدم. من و آقای مازندرانی در یک شهر زندگی میکنیم و بیشتر تجربیاتم رو با آقای مازندرانی در اردوهای تیم ملی طی کردم. ایشون از تمرینات سختی رو به بازیکنان بدن که بلکه در مسابقه بتونن راحت‌تر بازی کنن. دومین فصلی هست که من در تیم یومومبا بازی میکنم و فصل قبلی با آنیل چاپرانا کار کردم. واقعا مربی خوبی بود و امسال با آقای مازندرانی هر دو مربی خوبی بودن و تونستیم در کنار هم تجربیات خوبی رو به دست بیاریم. من دومین سالی است که در تیم یومومبا بازی میکنم. از هر دو فصل از هر دو مربی راضیم و تجربه بالایی دارن. تو این 2 سال که تونستم دوستای زیادی پیدا کنم و صمیمی‌ترینشون سورندر سینگ و شیوام تاکور که در همه حال به ما امید دادن، با ما کمک کردن. امسال تو این 2 سال دوستای ایرانی من که با هم تیمی بودیم، عباس کوروکی و امین محمد ظفردانش و علیرضا میرزاییان دوستای من بودن در این تیم. خیلی خوشحال بودم که بخوام دوباره در تیم یومومبا بازی کنم و فهمیدم که سیو شدم. واقعا خوشحال بودم. من از بچگی علاقه خاصی به تیم یومومبا دارم. کسی که به من کمک میکنه که در بازی‌ها خودم رو بهتر نشون بدم سورندر سینگ و امین محمد ظفردانش هستش. خیلی خوشحال میشم وقتی طرفدارا میان با ما عکس میگیرن، از ما حمایت میکنن، به ما لطف دارن. امیدوارم که بتونیم اونها رو خوشحال کنیم. خیلی خوشحالم که از ما حمایت میکنید، طرفدار ما هستید. امیدوارم که بتونیم در این فصل به خوبی جواب شما رو بدیم و همه با هم در کنار هم خوشحال باشیم. دنیواد.